دوستان عزیز سلام. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را چون هر وقته من ایمان بکشاد بگزاد منظورتان میگردانم. نخست از آن میگویم که چند پیش سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش اهل‌الدین توردیف با مقام خود از وظیفه‌اش برکنار شد. دیروز باشد سامانه 90 دقیقه خبر داد که اهل‌الدین توردیف الکی سرمربی دسته کوکتوش ناحیه رودکی تعیین شده است و در این وظیفه او متخصص ازبکستانی عبدالجبار معروف علیف را عوض نمود. بعداً از آن میگویم که روزانه تابستان ترانسفری تا حال گشوده نشده، آلمانی ها با یک چکانه خاصه از پیشتازی بازاریشان به همگان گفتند. با جمله های دیگر تنها میتوان گفت که کنراد لایمر با باواریا تا سال 2027 شرطنامه بست. به قول رسانه ها بازیگری نام برده تابستان به پول از صفی لیپزیگ به میونخن می آید. از روی معلومات اسکای اسپورتس نیم حمایتگر 25 ساله از معاینه طبی در تیم میونخنی گذشته شرطنامه مهلتش تا سال 2027 امضا نموده است. اگر با آمارهای این بازیگری اوسترالی نظر افکنیم، در موسم جاری بوندسلیگا لایمر 15 بازی و 1 گل دارد. چشم دوختن و به گفت الکی شرطنامه امضا کردن با کنراد لایمر از آن میگوید که رایان گراونبرگ دقیقاً آلیانز آرینا را ترک میکند. ولی در صورت ناموفق انجام یافتن گزارش باواریا در مسئله پولی هیچ چیزی بزرگی از دست نمیدهد، زیرا بازیگر خود به پول وارد مضافات باواریا می شود. رقیب ارزنده باواریا در لیگ قهرمان‌ها باشد نسبت بازیگری کانادایی گراند آلمانی چشم علا کرده است و الکی همین تابستان میتواند پیشنهاد رسمی با آلمان روان کند. طبق نوشته های اسکای اسپورتس دیچلند، شهری‌ها تابستان پیشنهاد گزارش بازیگر منتخب کانادا را به میونخن روان میکنند. در این برابر نسبت دفاعگر کانادایی آلفونسو دیویس رئال مادرید دست درازی دارد. تا حال دقیق نیست که رهبریت میونخنیا عموما واریانت ها عاید فروش بازیگر 22 ساله را در میان میگذارد یا نه. ولی از جانب دیگر دستان درازی پرز با انگشترین شاهانه یا که پیشنهاد روغنی سرپولی شیخانه با آسانی میتواند حتی در کشوری روشنفکران هم به قول سرها را تاب دهند. گپ زنی نوی بازار باشد با پیگیری از تجربه سالهای نخستی بایشوی سیتی به مراتب از زیادکنی مصرفیاتی در بازار اعلان کرده است. اینجا گپ سری قرقری زاغان از شهر نیوکاسل می رود که اکنون دقتها را به سمت جیمز مدیسون از لستر، کانر گالاخر از چلسی، اسکات مکتومینی از منچستر یونایتد، کالوین فیلیپس از منچستر سیتی و دکلن رایس از وست هم یونایتد درست کرده است. در علاوه این آوازها میتوان گفت که نیوکاسل یا خود عرب کاسل یونایتد میخواهد کم اندر کم 4 بازیگر نامور بازاری را شامل سنت جیمز پارک نماید. به قول تلگراف نخست مالکان باشگاهی میخواستند که برای منیجران خویش تنها 20 میلیون پوند استرلینگ برای ترانسفرها جدا نمایند و همچنین بودجه دستوی را از حساب فروش بازیگران فعلی زیاد نمایند، زیرا ضروریت مصرفکاری ها با طلبات فیرپلی مالیوی اساسناک می شود. اما دیرکتوری ورزشی دسته دن اشپورت و سرمربی زاغان ادی هاو توانستند که با وجود پیشروی های 1.5 سال اخیر مالکان باشگاهی را باور کنند که تا مصرفیات را بیشتر نمایند. اکنون نیوکاسل آماده است که به خاطر اشتراک در یوروجام های موسم آینده و جلب سرپرستان نوین مصرفیات بازاری را به مراتب بیشتر نماید. در پرمیر لیگ انگلیا از زمره بازیگران نپسندیده برای نیوکاسل همچنین جیمز مدیسون، هاروی بارنز هر دو از لستر، مویسس کایسدو، کارو میتوما هر دو از برایتون، کالوین فیلیپس از منچستر سیتی، اسکات مکتومینی از منچستر یونایتد، جرارد باون و دکلن رایس هر دو از وست هم یونایتد، کیران تیرنی از آرسنال، کانر گالاخر از چلسی و آیون تونی از برنفورد دانسته می شوند. برزمی پسند دل شیخان عربی بودن یک قطار بازیگران در انگلیا ما از سرمایه‌گذاری های نوین و نیوکاسل اجازه می‌دهد تا اشتهای بازاری را فراتر کنند. مثلا تلگراف بران است که نیوکاسل برزمی دعوت بازیگران بهترین لیگ داخلی همچنین نیت دارد نفرانی با صفتی بیرون از مرز بریتانیا را شامل تیم نماید. در میان نفرانی معقول و به قول
تقدیر بلند در گرفتن معاش کیهانی بیرون از پرمیر لیگ انگلیا، بازیگرانی چون مارکوس تورام از بروسیا منچنگلادباخ، موسی دیابی از بایر لیورکوزن، خویچا کواratskhelia و ویکتور اوسیمخان از ناپولی تعریفی و الکای شپالک خورده در لیگ چمپیونها از میلان و گابریل ویگ از سلتا می باشند. گرچند این رویخط پررنگ است، گفته می شود که سرمربی زاغان ادی خاو می خواهد که راهبریتی دسته دقت اساسی را به واسطه های بزرگی کادری نماید. نداشتن هیئت چخور خود نشان می دهد که آرسنال شتابان به سمت قهرمانی چگونه دچار مشکل است، ولی نیوکاسل باشد با وجود داشتن پول زیاد حتی تیار است که خودی پگاه نیمی بازیگران اروپایی را با سرداری رونالدو شامل تیم نماید. در مورد نیت‌های خریداری بازیگر باواریا از جانب لیورپول زیاد گفتیم، ولی اکنون باید علاوه نمود که رایان گراونبرگ خود اشتیاقمند گزارش به چمپیونات انگلیس می باشد. در آلمان هم بازیگر را به قول خپیدنی نیستند، زیرا آلمانی ها هیچ وقت به نفری نالازم فرصت های زیاد پول دادن را کلاً به عقلی می حسابند. از روی معلومات ژورنالیست اسکای اسپورت میلیسا ردی، رایان گراونبرگ خود اشتیاقمند گزارش به لیورپول می باشد. سرخان الکای در مورد چند از جنبه های گزارش با اگنت و پدری بازیگر ملاقات ها نمودند و مهم آن است که خودی رایان می خواهد از وقت هرچی بیشتری بازیکنی در میدان برخوردار باشد. هنوز تابستان قبلی بازیگری جوان به صفی باواریا پیوسته بود، ولی آنجا کلی چیز درست انجام نیافت. در موسم جاری فوتبال بازی هلندی تنها 711 دقیقه در میدان پشت سر کرده بهره جایی گرفتن در هیئت اساسی بر جوشوا کیمیخ و لیون گورتسکا زور برآمده نتوانست. گفته می شود که تیم میونخینی می خواهد که در صورت آمدن پیشنهاد ارزشش نه کمتر از 20 میلیون پوند می تواند گراونبرگ را تا فرودگاه گسل نماید و با احتمالیت زیاد از آن طرف خط سیر هوایی رایان را نمایندگان دسته کلاب پیشواز می گیرند. اگر ما در نشر پیشین برنامه از نیت‌های بزرگ پولکارکنی بارسا در بازار گفتیم، این نوبت باشد گفتنیم که بارسلونا می‌خواهد خط حمله را پرقوت نماید. از روی معلومات ژورنالیست کولیمانیا ویکتور مالو، تابستان بارسلونا می‌خواهد که نفران احتیاطی برای خط حمله را در بازار جویا شود. این معنای آن را دارد که برایشان نفری در کار است که در صورت جراحت و به قول نچسبیدن بازی لواندوفسکی یکی به یکی به میدان براید. حالاکی 3 بازیگر در بازار به چنین نقشه زیر نشان گرفته شده خاوی و ماتئو آلمانی در این سمت به کار پرداختند. یکی از چنین بازیگرانی بیزار از وقتی بیشتری بازیکنی یانیک فریرا کاراسکو بوده. همچنین کاتالانی ها تیارند که عبد ازازولی را از اجاره در اساسونا دیگر باره به دست برگردانند. همچنین از میان ویکتور راکه، پیر امریک اوبامیانگ یا مارکوس تورام یکی را میتوان در کامپ نو با پیراهن نیلونوری ها دید. خلاص که خاوی بر زمین نو گردیدن هیئت اولیه صفی بازیگران در کرسی های احتیاطی بارسا را نیز نو کردنی است. اینتر میلان باشد چند پیش گفته بود که از لوکاکو تماما بیزار است و خوشنود خواهد بود که هرچی تیزتر عظیم جثه فوتبالی را به لندن گسل نماید، چون حمله‌وری علاوگی دسته نسبت فیرمینو، تورام و رتگی توجه کرده است. جانبی نیراتزوری بران است که مبلغ عمومی 20 میلیون یورو که دسته از برای اجاره لوکاکو مصرف کرده است به سطح بازیش ارزنده نبوده است. به همین خاطر اینتر الکی با امید جستجوی عوض کننده راملو به بازار برآمده ایتالیایی ها نسبت حمله‌ور لیورپول روبرتو فیرمینو و بازیگر خط پیشی بروسیا منچنگلادباخ مارکوس تورام مراق ظاهر کردند. هر دوی بازیگران نامبرده با انجام موسم جاری فوتبال بازانی آزاد می شوند. بر زمین اینتر نسبت بازیگر تیگر ماتئو رتگی دقت کرده است. حمله‌ور 23 ساله را که چند پیش در صف منتخب ایتالیا با قول دبیوت کرده است می توان بر عوض 18 میلیون یورو به دست آورد. بهترین حمله‌ور لانس لون اپندا نیز برای اینتر پسند است. به نظرم اینتر به خاطر خلاصی یافتن از راملو لوکاکو حتی برقصدانه تیار است که زبالاتنی و دوزیو برای تاریخ خرید یک لخ در صف خویش جا کند.
روزنامه معروفی تایمز باشد به همگان درک می‌دهد که بلینگهم احتمالاً تا سال 2024 در صف بروسیا میماند. شبکه منچستر ایونینگ نیوز با تکیه بر روزنامه تایمز اطلاع می‌دهد نیم حمایتگر 19 ساله با گزارشی که برایش دقیقاً موافق نمی‌آید راضی نخواهد شد. نیم حمایتگر منتخب انگلیس احتمالاً تا سال 2024 در بروسیا میماند، در قیاس به آنی که به یگان تیم دیگر می‌رود. بیشتر باشد خبر داده میشد که در گزارش جود بیلینگهم تیم‌های چون رئال مادرید، منچستر سیتی و منچستر یونایتد اشتیاقمند بوده لیورپول از خریداری بازیگر انگلیس دست کشیده است. خلاص که سانتا باربرای فوتبالی همکنون با قهرمانی‌های بیلینگهم و بروسیا دورتموند ادامه می‌یابد. بروسیا دورتموند هرچند که امکان دارد بیلینگهم را نگاه دارد به وارای میونخن باشد مانه را به فروش میبرارد. او شامل سیستم کاری توخیل شدن نمیتواند و یادرس میکنیم که بعد بازی یکم لیگ چمپیون ها مقابل منچستر سیتی که با 3 گل به جواب خوردن میونخنی ها انجام یافته بود، در نتیجه جنجالی بین همدیگری مانه سانه را لطوکوب هم کرده است. در همین حال ژورنالیست فلریان پلاتنبرگ میگوید که باواریا با احتمالیت زیاد تابستان از مانه خلاص می شود. توماس توخل نسبت این بازیگر نقشه ها ندارد، زیرا فوتبال باز به سیستم کاریش موافق نمی آید. در خود باشگاه نیز نسبت مانه آنقدر مناسبت خوب ندارند. گزارش سادیو مانه را با وجود معاش گرانی بیش از 20 میلیون یورو در یک سال اشتباه می حسابند، گفته است ژورنالیست اسکای اسپورتس دیچلند فلریان پلاتنبرگ. به فکر من باشد مانه را خوبتر است که دوان پیش کلوپ رود، زیرا از میان تحمل پذیرترین ها در میان آلمانی ها تنها کلوپ مانده است و خلاص. خود قضاوت کنید که اگر مانه در تیم میان حال با معاشی کمتر رود، مکتب و مسجدها و راه و بیمارخانه ها را در وطنش کی می سازد؟ این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنصت و پولدار باشید. خیر.